شمایی کوچیک شمایی خارج بالج بودم یه چند سالی اون ور بوده برگشته. اوکی هر چی میکشم از این 4-5 ساله میکشم که آقا تشریف بردن اون ور آب درس بخونن اون وقت یه قرتی تحویل من دادن. حالا دوباره مثلا بره اونجا بریشم من بخنده معلومه که ممنوع خروجش میکنم. نه خیر نمیام امروز. اون پوشا رو بفرست اونجا امضا میکنم. پسره کلا بردار. آخه تفتی داداشم کجاش کلا برداره آقا جون؟ شما رو انقدر گفتین خودتون باورتون شده ها. 2 ماه فقط 2 ماه به من فرصت دادین بهترین دختر رو براش پیدا میکنم. آخ لگد زد. لگد زد داره تازه اولشه. این پسر 26 ساله آزگار داره به من لغت میزنه. میفهمی 26 ساله آزگار. آقا شرمنده سگل خانم راست میگوید. بالاخره برای ازدواج باید عشقی باشد، احساسی باشد، نه یک چیزی باشد. آقا مرغ که نیستم اینجوری آدم بخواد بخره. خروس اگه خروس باشه 24 ساعت که سهله. سر میچرخونه مرغو گرفته. میفهمی این کاره نیست. لا ببری. یو. What's up much potato? Yeah, that's it man. Hi daddy. Hey. What's wrong with you? سلام علیکم داماد سرخانه. بابا ایستاده بهتره. با من عصبانی نباش دیگه داری. اوکی. یه شوخی بوده بین من و شما تموم شده. ولم کن. باشه با من خوب باش. خوب باش دیگه. چی میخوای؟ یه سورپرایز خوب برات دارم. سورپرایز؟ آره؟ واسه چی؟ یه سورپرایز خوبه دیگه. بخند. ببند چشتو ببند. چشتو ببند. تو چی میگی؟ ها؟ ببند دیگه. چشتو ببند. اوکی. این کارا چیه میکنی؟ Close your eyes. بابا جون من قلبم ضعیفه ها. Close it. Come on. این شما و این هم عروس خاندان تهرانی. عروس گلم. خواهش میکنم آقا جون من کنیزی شدم. اینا دیگه گنده تر از این نبودی؟ دردی نگو خیلی خوبه. میخوام بپرسم که شما با این همه زیبایی و وجاهت واقعا تصمیم گرفتین با پسر من ازدواج کنید؟ حقیقت شو بخوای آقا جون من اصلا تصمیم به ازدواج نداشتم. وای چقدر خوشگلی اینجا. بالا پایینشو خودتون کار کردید آقا جون. خب یه دستم به وسطش میکشیدید دکوراسیون خونه خوشگل‌تر میشد. اجازه هست بشینم؟ بفرمایید. آقا جون من راستش خیلی با هم جوینیم. چی؟ جوینیم. بله. مثل قابلمه و بلوب در قابلمه. اینقدر سروش زیر پام نشست حرفای عاشقانه و دل رو باز زد که عاقبت بلوب قابمو دزدید. البته خدایی نکرد آقا جون فکر نکنید من از اون دخترایی هستم که خدایی نکرد هر پسری حرفی عاشقانه باهاش بزنه سری گولشو بخورم ها. پس چیکار کردی؟ هیچی. سروش جون میدونه. گفتم اصل اول برای من در مورد ازدواج خانواده است. Yeah, she is right dad. گفتم اول باید مهر پدرتون بلوپ بیفته به دلم. اون موقع میتونیم در مورد ازدواج با هم حرف بزنیم. ولی من از شما خیلی خوشم میاد. آقا جون میخواید امپرسیون اولیه‌مو در مورد شما بیان کنم؟ بفرمایید. همین که شما رو دیدم یه فلفل دلمه‌ای تند و تیز و بلوپ خوشمزه به نظرم اومد. خیلی خوب پس مبارکه دیگه. حالا که همه چیز جفت و جوره زنگ بزنم عاقد بیاد فیلم مجلس همینجا عقدتون بکنه. الان آقا جون؟ که نه علل خصوص این که قابلمه و در قابلمه با هم بلوپ جونتی. جوینی. حالا هرچی درست میگم سگل جان؟ بذارید یه مدت بگذره خانواده ها بیشتر با هم آشنا شن. بله آقا جون. الو سلام علیکم. حاج آقا دوریاب بفرمایید بنده برای یه امر خیلی مزاحمشون شدم. مانده؟ بذار صحبت. بابا جون بذار صحبت کنم برای دیگه. اول سفته ها داری؟ باشه اوکی سفته ها هم بهت میدن. My fat daddy. What's up? Hey dad, what was that? ددی و درد ددی و مرض. فکر کردی منم مثل خودتون خرم؟ ها؟ الان یک بلوپی نشونتون بدم که
بفهمه یه من ما اتفاقی افتاده آقا جون؟ مردی که لنده هور خودتو جای زن به مقاله بیکنی نه تو یه شنی بگی رو به تو زن به مقاله بیکنی این زنی که مرد تقصیر اونا نیست تقصیر من بود من کاری نشده بگیرش زنگ بزن پلیس 110 اشخاص زنگ بزن به پلیس 110 اینجا بگیرش بودو دنبالش باسی جونم هرچی میکشم از دست تو میکشم فکر کردی دوستیاتو نمیدونم فکر کردی حق بازه تو نمیدونم ها؟ باسی هر کردی سر تو هر کردی سر برو چرا برمیدم برو چرا برمیدم این گفتی شوخیه باش تقصیر مرداد بود به من چی؟ مرده شروع خودتو مردادو ببرن اشخالا گو خودتی همه یه حق بازیاتو میدونن کلا برداریاتو میدونن همه یه خیانتاتو به من خیانت کرده به تو خیانت کرده چرا شده در همه چیزی رو